گوشت گاو مزاجش چیه؟ میگن که سرده. کاملا اشتباهه. گاو گوشتش گرم و خشکه. حتی از شتر هم گرمتره. منابع طب ایرانی معتبر طب ایرانی. چرا میگیم سودازای میخورن سردی میکنن سودازای؟ بله. چون اخلاط غلیظ و لزج ایجاد میکنه و در نهایت بدن رو به سمت چی میبره؟ سودا. وقتی هوا گرمه حرارت بدن میاد به سطح بدن برای اینکه با گرمای بیرون چی بشه؟ منطبق بشه. معده و روده و امعا احشا چی میشه؟ هضم و گوارش چی میشه؟ کبد سخت میشه. وقتی سرد که شد شما میدونی برای متابولیسم یا سوخت و ساز ما چی نیاز داریم؟ اکسیژن لازم کافی و هوای کافی، یعنی هوای کافی و حرارت لازم. اگه حرارت نباشه سوخت و سازی صورت نمیگیره. در نتیجه ما تو تابستونا غذاهای سبک میخوریم. یا مناطق گرمسیر غذاها چی میشه؟ سبک میشه. ولی توی سیبری، توی نمیدونم مناطق سردسیر، تو سرما حرارت میره به عمق بدن، ظاهر سرد میشه و عمق گرم میشه. به خاطر این شما کله پاچه رو کی میخوری؟ زمستون، فصل سرد. فصل سرد کی چه ساعتی از صبح زود، صبح ناشتا میخوری، به خاطر اینکه هضمت قوی، حالا با مصلحات خودش و چی. ببینید اینها همه توی اصول و موارد خودشه. حالا گوشت گاو به خاطر لزوجتی که داره، به خاطر غلظتی که داره، به خاطر گرمی خشکی زیادی داره، باعث سوختن اخلاط میشه و سودا رو تو بدن زیاد